من بگردم میگیرم. برای تو همه کارو میکنن. ما میگریزیم، بعد آن یلمازی به شرف رو میبینیم که رها نکرده چی کار میکند. اپایزیلان کتابونه که بابایم رو ندیدید؟ ها حاضر میدیم. گیر جونکی من. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین به تو هم مثل بابایت میشوی. این از آنی بابایت بود؟ بله از بابایم بود، اما حاضر از من است. من هم مثل بابایم میشوم. مگر مثل آن کس شدن آسان است؟ تو هم میتوانی مانند آن کس شوی، لیکن کتاب و علم های زیادی را باید از بر کنی عمر. آن کس یگانه شخصی بودند که در این جاها با فارسی، عربی و دیگر زبان ها حرف می زدند. بغیر از این از دیگر علم ها نیز با خبر بودند. چقدر کتاب های زیادی را از بر کرده بودند. آفرین زیلان. بابایم را ندانه همه کارهایشان را می دانسته. بابایت مگر کسی بود که او را نشناسند؟ همه دوستش می داشتند، نامشان در همه جا. من همه این را از دهان مردم شنیدم، اما از تو شنیدم میخواستم. یگان وقت نخونیم. آقای زینب، برای شفا یافتنش بعضی داروها لازمند. باید هر چیز زودتر یگان کس رو رها کنیم. مایلش زود میفرستم پسرم، میفرستم. تو در یگان کاغذ به من نوشته ده. سرکم چی شده از آقای دکتر؟ کودک نشانه های بیماری سیل را دارد، او را خوب نگاه بکنید. همین قدر گفتم و جاوید گفتم که ما را تنها مگذار. از جاوید یگان خبر هست؟ نه دکتر، از او خبری نگرفتیم. آزاد آماده شوه. سلاح ها را خوب در دست نگاه داره. زمین. کمک کشه. نه خیلی خوب نه. آفرین، زود باشید، کوشش کنید، همش را می آموزید. آخرین حرکت ها را بخیر زیادی در 2 روز یاد میگیرد. تو خیلی سوست می روی. زود باشید. تو مثل خر حرکت میکنی. کنی زود باشید، زودتر باشید. مرا رها کنید. از دست من این کارها نمی آید. این دست ها با خواستی شما تیر نمیتواند. این دست برای ما بسیار کارها میکند. عقلت را در جایش گذار جاوید، وگرنه روزت سیاه میشود. یا میدانی عقلت را کار فرما. سینون کماندان مراجع میزند. از ما چی میخواسته باشد؟ من از کجا میدونم؟ خب میرویم. کمی صفا دوام دهید، بازگشت نیست. پس نگردید. صفا اینها را مشته. زود باش. کنیک حرکت کنید گفتم. بله حرکت کنید. زمین زود باش. به امرتان آماده ایم قماندان. مسئله جاوید را میدانید، زود حرکت کنید. سیار چند نفر را تصریف کرده است و جای گفتمان برده جاوید را میکشید. فرض کنید که گویا آنها پرنده باشند، یعنی پسر زینب را از طرف گروه کشته شده است. گفته اعلام میکنید. در اطاعت شما ایم قماندان. اول یک به مهمانی زینب بروید. او مجبور دلش را برایتان میکشاید.
پسرش را مجبور میکنه که اون مکتوب نویسد. بعد نفره به گروه خبر میبرد که زینل به تشکیلات کمک میکند. آن وقت آقای زینل بغیر از به تشکیلات همراه شدن دیگر چاره ای نمییابد. فهمیدم قماندان. این کار حتی حل شده است. تشکیلات با این راهی باز چند نفر را به خود همراه میسازد. در مدتی کوتاه خلق خودش خونریزی را آغاز میکند. فهمم قماندان. اما باوری داشته باشید تشکیلات همیشه به جای لازم نیشش را میزند. فهمیدیم قماندان. فهما. تا بازدید. همه‌اش گفته شما میشود. خیلی خوب. آقای زینل را به تشکیلات همراه کردنمان بسنده و خیلی خوب است. گوش کن. زود رفته این داروها رو یافته میاری. فهمیدی؟ فهمیدم. یافته میارم. گیر. این را گیر. آقای زینل شما هم با دهتان برگردید. آن طرفش نزدیک است و او زود میرسه. من هم با شما میروم. وقتمون زیاد نیست. تو چیزی که گویی همون تار میکنیم. تو را زود باش نیست. ما هم دیر نکرده کمی بدتر میرویم. بسیار خوب. دکتر. آقای دکتر 3 نفر آمدند. کشور را بردند میخواهند. آنها آدمانی دولتند. آنها آدمانی نقشند. به هر حال آدمانی بالایند. آمدند. مرحمت. آقای دکتر این کسند. سلام. من از گروه ضد ترور چتین صلحم. خوش آمدید. سفرها بی خطر باشد. وقتی زیاد نداریم. شما باید یک کس را با ما سپارید. او را گرفته بردن لازم. چرا میبرن پسرم؟ خیر است؟ که چرا؟ سحر آمده تسلیم شد. میلش او در نظارت خانه است. مرحمت رفتیم. ببخشید جناب. با شما یک گپ داشتم. شما روید بچه ها. من حاضر میام. رفتیم. آلدو با این حکومت کنید. خوش رفتیم. مرحمت گوش میکنم. من یک پسر داشتم. بازوری به کوه بردن. زن و کودک دارد. التجا میکنم یاری دید. او را خلاص کنید. خواطر نشوید. شناسنامه اش را با من دهید ببینم. ما البته او را خلاص میکنیم. خدا از شما راضی باشد پسرم. آقای زینل شما شناسنامه اش را دهید؟ میلش. از شناسایی با شما شد. نه. مرحمت. رفتیم میرویم. با آقای دکتر یک بار گپ زده میتوانم. دکتر اینها کیستند؟ سرباز نی، پلیس هم نیستند. کیستند اینها؟ از گروه ضد ترور. من حجتشان را دیدم. تو نترس. مرا ببخشید خالای زیلو. دخترم من از تو خفه نیستم. تو از همه چیز بیخبر بودی. کچه درمان همیشه برای تو باز است. تشکر دکتر. میرویم. نترسید. با ما باور کنید. تو بیرون دیگه همراه میرویم. تشکر. مرحمت. تو ایستو آلدو. من همراه. خدا نگهدارت باشد. مایل شکریشم. عارفین؟ اینجا چی واقع شده است؟
همینجا خیر و خوش میکنیم که چه همش رو با آنها نقل کن. جایی ترسیدن نیست. نقل میکنم دکتر. کارت که بود شد براحت به دیه برگرد. آسوده باش فهمو. پناهت به خدا که جان. از ما راضی باش. تشکر یشار. تو هم راضی باش. اگر تو نمی بودی من کاری نکردم. کجا با شما امانت؟ میرویم. با کجا میرویم؟ با کجا بشود؟ خطا کردی که چه؟ یشار! دکتر چی شد یشار؟ که چه داد زد؟ رفتیم ببینیم. چرا اینقدر زود رفتند؟ به نظرت نموده است یشار. میرویم. چی؟ تو هم نفهم؟ من حیران شدم. آنها از کجا نمیدونم. آدمان کجا هم نمیدونم که چی؟ تو پیدا شدن. انا دکتر اومد. گوش کن طاهر. آنها از کجا اومده که چرا بردن؟ نفهمیدیم. ما از همه چیز بیخبر. چی گپ شد؟ دکتر وقتای آخر مخفی کار میکنی؟ طاهر چی شد؟ گفتن که کچه را سپاریده ای. ما رو ببخشید. اما مجبور شده که کچه را با آدمان باوری نست. خدایا توبه. خدایا توبه. خدایا پسرم بسینید. چی مادر جان آرام شوید. شاید او در نقطه طبی باشد. آنجا رو دیدم همه جا رو دیدم در یک آنجا نیست پسرم خانتی تو پریشان این ریمالی بر خین از زمین یفتم شاید او نزدی زیده رفته باشد نمیدونم به خانه شما نرفت یک رفته بینم رفتی مرا پرتافته رفتی به نزد دختری همسایه رفتی او هلدای او الدای بی وفا کزبان به من نگاه چی میخوری الدای بی وفا؟ به نزد همون خوشرویت رو گوش کن قزبان او رو از نظرم روندم مکتوبش را مایده کرده پرتفتم باز داری رو از این رو قزبان تریز رو کشو به تو گفت دارم چی میخوایی؟ دیگر به من یه چیز گفتنی نیستی؟ مایلش قزبون بگذار گفته تو شود میروم خیر الدو تا حالا ایست الدو من حالا بسیار چیزها رو به تو میگویم حالا ایستا باز آمد اکا یشتر شمایید؟ قزبان یک به بیرون برو با تو گپ زدن میخواست خب مایلش این اومدنش بخیر نیست بفکرم
مرحمت اکا یاشر. فقط دروغ نگو خیزبان. با من گوی که بگو با سلیم درباره چی گپ میزدید؟ درباره چی میشد؟ درباره او گپ میزدید. هوا گپ میزدید. گوش کن خیزبان. سلیم بلفین گفته گپ میزد. میدونم. بلفین گم شده است. سلیم هم در این جایها نیست. یگان چیز رو دانی گپ زد. کدوم چیزی رو نمیدونم. بخیر از این من به سلیم وعده دادم که من چی گفتم؟ گپ زد که دیر میشود. این مسئله ناموس است. میترسم که خونریزی میشود. خیر شد. دور نزنید اکا یاشر. نفهمم. کار رو بین برسم. چخیل از این چی صف برآمدم خودم حیران شدم. یگان حجت پیشین نمون. همش را نابود کردم. زیلان خانم اکنون در نزدیکی تو بودن مشکل می شود. اکنون تو زنی شیخ می شوی زیلان. اگر برفین برگرده چی؟ اگر دختر برگردد همه کاری از دستمون می آمده رو میکنیم. هیچ نشود دختر را یعنی برفین را میکشیم. زیلان چی شد یلماز؟ برفین را ندیدی؟ نه ندیدم. چی شده است؟ چی شد یلماز؟ برفین گم شده است. چی؟ نه یلماز به خدا من ندیدم. چی کار میکنیم پسر؟ خواهد نشد زیلان ما او رو میارم. رفتیم یلماز باید زودتر رفتیم یلماز. با شما یک چیز گفتن میخواهم اما با شما چه گفتنم رو نمیدونم. برفین را دادر ابلهی من سلیم گریز میده است. چی؟ صبر کن با تو میگویم. آرام شو. سرده گفتم. سرده سلیم با طرف بلا میاری. سرده با من هیچ چیز نمیشود. برای تو به مردن هم روزیم. بین برای تو چی گریزم. با خدا با تو بسیار میزیبد. با تو همه چیز میزیبد. نره من این رو برای تو گرفتم. با من نره. از این زیباتر از آنها میگیرم. دوستم گفتم. این از آن توست. یلماز جوابش رو نمیدهد گفته دودری بی عقلی من به برفین تکلیف خانه شوی کرده است. چی مگر اون نمیفهمد؟ این مسئله ناموس است. بله این بچه دیوانه است. شدیست که دارم شوی داخل. گپ را بسیار نکن. یا شهر دادر دخترم را به کجا بردنش را میدانی؟ تنها یک جایی بردن دارد. آن هم دهه خاله هم. آن دهه در کجاست؟ رفته آنجا را دیدن لازم. بله میرویم. رفتیم میرویم. زودتر. یلماز قربان جامو را نزن. گناه او کلان است. اما خواهش میکنم او را آقایش شما خموتین باشید. ما تنها برفین را نجات. آقای طاهر حرارت کودک بلند شد. احوالش خیلی بد است. فهمم من کودک را میبینم. شما روید. خب رفتیم. خب رفتیم میرویم. یلماز آرام شو. باز یگان بی عقلی نکنی. اگر او زنی تو باشد خواهری من است. فهمیدم طاهر. ملش. آقای طاهر چی شده است؟ دادر یشر برفین را گریزانده است. چی؟ بس است اکنون سلیم بس است. من با تو خونه دار نمیشوم. اصلا من آیله دار هستم. من میدونم تو چقدری که گپ نزنی. یلماز تو را رها نمیکند. همینطور نه؟ نترس. من تو را از دست او نجات میدهم. با نام خدا نجات میدهم. چه نجات میدی سلیم؟ بله من با او جنجال کردم. او را رنجاندم. اما من او را دوست میدارم. فهمیدی؟ اما اکنون فهمیدی سلیم؟ بین ما چیزی نیست و نمیشود. اما من این رو نمیدونستم. یعنی نمیفهمیدم. من رو ببخش. نیتی بدی نداشتم. خواهش میکنم من رو ببخش. انشالله کسی نمیفهمد. برفین کنی بینم حرارتش قریب 40 آقای طاهر.
حرارت کودک خیلی بلند است آقای زینب. اگر بلندتر شود خیلی خطرناک است. داروها را آوردم. نه، اما در دهه ما باید از آن داروها یافت شود. ما به راه میبراییم آقای دکتر. باید زود رویم آقای زینب. رفتیم دخترم. یا کودک را گیر میرویم. بیا جانکا، گریه نکن. مرحمت برای تشکر دیلا. آقای جوهیر، من هم روم. لازم نه دیلا. احوال من خیلی خوب است. در اینجا مرا خوب نگاه میکنند. یگان کمبودی ندارم. تنها شما را پزمان شدم. به اینجا برای خدمت خلقم آمدم. من چند مدت اینجا میمانم پدر. من برای ناموس شما اینجایم. از من خواطر نشوه. جاوید. ایتین، به خدا دلم خیلی نازک شده است. گریه هم آمد. گریه کردم. زود باش، تمام کن. گروه تو را انتظار است. بمانده. تیار هستیم. رفتیم میرویم. رفتیم. آقای زنل را منتظر نکنیم. خیلی ای می شود. ای می شود. ای می شود. زود باشید. زود باشید. زود باشید. تام ایتین. کجا می روید؟ راه گردید. راه گردید. منی بی عقلی. چرا این طور کردم؟ یلمز باشید. یلمز یلمز زنده نمیگذارم. کدام نشا بازی؟ کدام نشا میگویم؟ یلمز ایست بگویم. ایست آخر ایستا. ما خود بیا آرام شو. چیست؟ گهت برا. من رو میکشم. من خودم رو نجات. تو مرا به این حال آوردی برفین. اگر میشی کودک نمیدونی کارات همون روی نمیدونی. دیدی چی شد؟ دیدی برفین چی شد؟ خوب هستی دخترم. همشن برای تو مرا بین پول آوردی. تو مرا بدنام کردی. همش باید تو شد. از این پس یلمز برای من وجود ندارد. امور فهمیدی؟ دخترم این طور نگوی. دخترم بس است مادر، بس است. دیگر چیزی نگویی. این یلمز برای من مرده است. کیا مرده است. بکی این طور نگو دخترم. آسانی یخر این کارش آلو کردی. من تو را نکشم. شرمنده شرخوت بسربادی اقلی کرده. من خودم تو را بکشم. زنده جای خیز زود راه گردم. سلیم چرا با ما خیانت کردی؟ مرا چی گرفتید؟ از راتسیا کیچا گفتگوی همه راتسیا را گوش کردیم. گوش کن. از تو یک چیز را فهمیدنیم. اگر تو در کجا پنهان کردن سلاح ها را گویی من تو را کمتر شکنجه میدهم. همه
چیزهایی دانستند را باید به من نقل کنی. این است. خودت میدونی که چه، اما باید بدانی که من از شکنجه دادن نه دلگیر میشوم و نه خسته. همه واسطه ها را به کار میبرم. این کار را خیلی دوست میدارم و به آن دلتنگ میشوم. وطن آقای زینال با ما ضیافت آراسته است، نخوریم ای می شود. آمدن ما رو خبر میدیم سینان؟ البته ایتن به آقای زینال خبر ده، به عیادت او رفتنمان را بگو. قماندان ها می آیند گوی ما را خوب قبول کند. مکتوب را فراموش نکن. خواطر نشو سینان. خب برو، زود برو، زودتر. صلاح به اینا همه چیز را بیاموز. شما به خانواده من کاردار نشوید. اگر یک طور مویشان کم شود. آی جاوید، آی پسر تو کمی آرام شو، تماما خواطر نشو. هیچ کس یکان کاری نمی کند، همه خوراک میخوریم و برمیگردیم. اگر به آنها دست رسانید شما را زنده نمیمانم. راگیر خاموش، دمت راگیر. صلاح در نبودن ما تو قماندانی. اطاعت محترم قماندان. رفتیم. صلاح گفته هایم را بکن، اینها را آماده کن، خوب تمرین ده. خوب فهمیدی ها؟ رفتیم، زودتر حرکت کنید. گریه نکن. چی طور دادنی داروها را فهمیدید؟ ها بله فهمیدم آقای دکتر. تمام گریه نکن جانم، گریه نکن. اومده حکیم گریه نکن یعنی خوش شده حکیم نوزه گریه نکن جانه که من اما کشت رو تبابت میکند. گریه نکن. آقای زینال من هر روز آمده کودک را خبر بگیرم. خدا از تو راضی باشد پسرم دختر. خراب تیار است، مرحمت به نزد دسترخوان. برفین گم شده است آقای زینال، من باید روم، فکرم با او بند است. یگان کمک لازم باشد نبزد پسرم. نه آقای زینال تشکر. تنها نرو، همراه دو آدمم را میفرستم. مادر بچه خوب درا میکنم. خوب علیش. و تو از پسرت مکتوب آوردم آقای زینال. از پسرم؟ او این رو نوشت؟ البته او نوشته است. من در برش بودم، با سلام و درود فرستاد. آقای زینال اینها را از نزدمان گیران، و تو گفتنی دارم. با تن و سینان در بیرون انتظارند، به ضیافتی تو آمدند. آقای زینال یگان چیز نمیگویی؟ قدمهایشان را دیده بیایند. با آدمهایت بگو آنها را درآورند. سلاح‌ها در کجایند تیجا؟ گیره دورا
با من باور نمیکنی که چرا؟ استودیوی عرش نوترین سریال ترکی رو تقدیم شما می‌گرداند. با همین نزدیکی سلسله فیلم سرنوشت شما رو به عالم جهل، تلاش، مبارزه و نبرد، عرفان و فراست و عشق و محبت میبرد. سرنوشت آدمانی که در نبرد زندگی جانبازی میکنند. چه راه را باید پیش گرفت وقتی که راهی نیست؟ کجا باید رفت وقتی که آشیانه نیست؟ با کی باید باور کرد وقتی که رفیقی نیست؟ این همه به نزدیکی در سلسله فیلم سرنوشت تقدیم از استودیوی عرش. ایتن بشین خوراکت را خور. از وقتی که پسرت با تشکیلات همراه شد بینمان دیگر خصومتی نماند آقای زینال. همه بداند از این پس ما جان و جگری آقای زینالیم. به خدا به ما خانه خوب آراستن آقای زینال. خیلی خانه خوب آراستن با تن. ما هم جوابش را البته میدیم. ما چطور عزت و اکرام میکنیم؟ این خیلی خوراک‌ها در اونجا نیستند. ما هم در آنجا برای آقای زینال جایره شکار میکنیم. چه گفتی؟ برو با خدا رید. اگر نگویی پنجه هایت رو یک تا میبرم. ایست جدی میگویم. در آخری در کجا پیمان کردی؟ در آخری خانه پیمان کرده. با همین انگشت با من خیانت کردی. خواهی دختر با تو شستن ظرفها خیلی میزیباست. با خودت نگر تاجری ده رو نغزکک فهمیدی؟ هرچی هم نباشد این نقش را بازیدن به دلم زد. میخواهم مثل پیشتر همراهی تو باشم. اگر این کار تموم شود مرا با کجا میبری؟ من هم زیر شدم. با کجای خواهی میروی؟ فرانسه، بریتانیا، روم. میخواهی به روم میروی؟ کسی آمد. یلمز خودت رو عذاب میدی یلمز. با خدا احوال تو مرا زیغ میکنم. تو همه کارو کردی، همه چیز رو فهماندی، اما برفین یک روی میکنند. تو رو رنج میدی. چرا دیده و دانسته این طور میکنند من نمیفهمم. من هم نمیدانم. گوش کن، با تو یک چیز میگویم اما مرا خطا نفهم. مادامی که برفین به تو میگوید که اصل دل خنک شده است
من تنها بهانه میباشم. گفتنیم که جوابی برفین را بده. تو هم از این رنج عذاب خلاص میشوی. آخر این طرف گناه است. تو خودت را خیلی رنج میدی. این طرز زندگی نادرست است. جوابم را ده یونس. جوابم را ده. تو حق هستی زیلان، ولی درست میگویی. خیلی کوشیدم که این کار را حل کنم، بلکه گناهکار همه این کارها خودم هستم. نصیبمان نبوده است که ما در این دنیا خوشبخت شویم. حق ندارم که به وقتی برفین و تو ضامن شوم. جوابش را میدیم. گوش کن برفین، هوشت را به سرت گیر. این طور باز چقدر دوام می‌یابد؟ به هر دویتان جبر می‌شود. نزد شوهرت بیرم. یلمز آن دختر را مثل خواهرش می‌داند. از این خواطر مباش. غیر از این می‌دانی که یلمز تو را خیلی دوست می‌دارد. یک روی نکن برفین. تا وقتی که اون زن در برش است من بر نمیگردم. سبحان الله. من با تو بحث نمی کنم دخترم. اگر با تو گفت زنم من دیگر نمیتوانم. از پسرت هیچ خواطر نشو آقای زینال. بعد از این ضیافت خوب او را نگاه و بین میکنیم. خواطر نشو. زینال باید زودتر رویم، کارمون خیلی زیاد است. فراموش نکردم، در یادم هست. پسرت در گروه اول است. اگر خواهی برای دعا کن. ایتین کنی راه گردید. میرویم، راه گردید، رفتیم. زینب 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 مادر با شما چی شد مادر؟ مادر آقای زینب شما خوب هستی؟ خوب با آنها بحث کردن فایده ندارد. نمیدونم، لیکن وقتی پسری ما را فریبیده با خود بردن دیلم از دنیا خلوق شد. پسرم قربانت شوم، تو ما بیچارگان را با این ظالمان تنها مگذار. شما آرام شوید آقای زینب، خدا بزرگ است. پسرم با کجا؟ یک وطنداری با بروی تابعی خود کردن میخواهم. آقای زینال اکنون از ما شد. شاد و روشن به سلاداران ضیافت میدهد. به هر حال بی‌جزا نمیماند. من دولتم را به شما سپاریدم، دیگرش در اختیار شماست. تنی جمع شوید. پسری آقا، پدرت ما را خوب قبول کرده. من به سربازان تیر نمیکشم. چی از تو میپرسم پسری آقا؟ سلاح را ده، این سلاح را ده میگویم. ماتم از مرکز زنگ میزنم، به همان تلفن جواب ده. گوش میکنم. فهمیدی؟ شما باوری دارید؟ بگیر این را. بگیر. فهمیدم. خوب شده. اکنون با عقل میشوی جاوید، با عقل. فهمیدی؟ حاضر با سربازان میجنگیم. تو دستتی پیش میشوی، یکم تو با آنها روبرو میشوی. وگرنه خانوادت را نیست میکنم، اولادت را نیست میکنم. فهمیدی؟ روی سیار با بودی بارانی حرکت کرد از سینان. زودتر رفتنمان لازم. نه، به آنها مقابلیت خوب نشان میدیم. رفتیم. گیر این را. زود باشید. میرویم. حرکت کنید. زودتر. دیر نمانه.
حکایتی پر دردی تو به آخر رسید کچر. جای سلاح را گفتم باز از من چی میخوای؟ مردای ایسته کاری طاهر را تمام نکردی. من نامی کشنده او را میدانم. من تو را از اول باید میپرسیدم. خیر، فکر کرده آن را به کسی باوری نمیسپارم. که چرا خوب نمیشناخته اید؟ اکنون حیله دیگر را به کار میبریم. راهی کار را میدانی. کاری سرگردد را به آخر رسان. تیر را سردی. درباره آقای زینل خبر آمد که به سلاحداران ضیافت و جای خواب میدید. گوشش را کشیدم. فهمیدم. Ağır ketiyedim Kavnake ve çavim خدا جان این را چطور بگم Kavnake ve çavim مادامی که برفین به تو میگوید که از تو دلخون شده است من تنها بهانه میباشم گفتنیم که جواب برفین رو بده حکمت دیگر علاج ندارم جوابش را میدیم چند سال بنداتم رندان گران چند سال بنداتم ولی چند سال بنداتم برفین خیز دخترم طهارت کن تو هم نماز بخون کمی آسوده میشه خوب مادر جان من میکشم مادر جان باز چرا آمدی؟ برای یک گپ آمدم باز چه گپی نگفته ادموند است یلمز برفین خواستت را میکنم جوابت را میدیم جوابم رو میدی؟ بله اکنون میتوانی در اختیار خودم باشی خالای زیمان چه شد قیزبان؟ آقای دکتر محافظان را جمع کردن و عملیات میروند همین رو بخیر باشد انشالله اما با من چیزی نگفت بگیر زودتر بگیر زود باش اگر این راستی کار میکرد دیگر هیچ چیز بازی چرا کار نمیکنه نمیدونم اما که خدا چقدر کوشش کردم کار نمیکنه با فکرم قواش تمام شده است آقای دکتر من دیگرش رو به قزبان دادم برای قواش رو پر کردم
وضعیت معلوم شد. خبر دادن نمیتونم. زود باشید بچه‌ها. بله. سینا و سربازان برابر آمدن برادران. بله رفته. ما هم باید رویم. چه گپ شد طاهر؟ بخیر است پسرم؟ با سیلاداران به سربازان هجوم کردن مادر. برای کمک آنها میرویم. روید پسرم، خدا مددگارتان باشد. برفین خوب هستی؟ من خوبم. با شما میروم اکه. من سربازی کهنه‌ام. سلاح را خوب کار فرموده میتوانم. حاضر لازم نیست برفین. تو بیمار هستی. من به تو اجازت نمیدهم. یلماز، تو چی گفتی پسرم؟ براستی جوابش را میدهی؟ من درست فهمیدم؟ مگر چاره دیگری مانده است مادر؟ هم دیگرمون را عذاب داده میگردیم. جوابی او را میدهم، هر کس با راه خودش میرود. شما را دیگر رنج نمیدهم. از این کار برگشته جوابی برفین را میدهم مادر جان. در اینجا چی واقعه؟ من دویده آمدم. های کیزبان، در اینجا بیا. کدیگرزن اونها با کجا رفتن؟ اونها گلچینی رفتن پدر. گلچیدن گیرن. های دختر، تو مرا فریب میکنی؟ کنی ایستا، تو با من دروغ میگویی. حالا با دستم نیفتی. ایستا بگویم کیزبان. تو رو فهمیدم یومد. نصیبمون همین بوده است. بخیر است سعید؟ مرا گوش نکرده در آمدم. شما را دیدن میخواهند آقای زینب. خوش آمدید آقای چتیم. یگان خبری خوش آوردید؟ یا که با پسرم یگان واقعه شده است؟ کار رو بینید. دولت میگویی. پسرم را از آنها نجات ده میگویی. اما در اصل به دولت دشمنی میکنی. شما چه ها میگویید؟ چه دشمنی؟ بیشرمانه باز چه دشمنی میگوید؟ من تو بر اینها را میدانم. همه اتون تروریستید. بیشرف و خائن هستید. گیرید را. از جهت نجو. دمی دولت عاقبتی به تشکیلات کمک کردن همین است. از کشوران باید نکنید. من همه اتون را بفرمونم.
توی و فکرم اونجا کسی هست من دیستید اما که امید حاضر وقت نداریم کمی پس به آنها میرسیم زود باشه سینان قماندان سینان از آمدنش معلوم است که چه واقعی شده است چه گپ است؟ دکتر و محافظان میزنه راست با جای عملیات میآیند این دکتر در این جایا چیکار میکند؟ شاید از عملیات آگاه شده است کدام سنگی را بردارم از زیرش دکتر میبراید حریف زیدی سینان است ایتین دو نفری میرویم تو پسری آقا را گرفته از آن طرف رو ما همراهی با ترکمندان از رو بروی دکتر میبرایم اما سینان کنی روید زودتر روید زودتر باشید میروید جاوید راگرد صداش به تو میگویم در آرزو را گوش کن امروز خیلی خسته شدم مرا عذاب نده همه کارهای کردت رو میدونم نامی خدا من کاری نکردم من چی گناه کردم میگویی که من دروغگوی هستم میگویی که این کار رو نکرده ای آخر عیب است گناه است شما چه خیلی آدمانی دولت هستید مگر این به شما روا است خور گفتم خور بیشرم خور تو زنی دختر داری؟ التجا میکنم به آنها نرسید برای ما اساس ناموس است از ناموس حرف میزنی در خانه خودت زن و دخترت را به سلاحداران پیشکش نکرده بودی بس از اکنون از خدا ترسید من با تشکیلات کاری ندارم گفتهتان همش دروغ است همش دروغ است؟ همش دروغ است ها؟ نگاه کنید می آیند سر کردیم سینان احتیاط باشید بچه ها زود از اینجا برو آدم بانکید احتیاط کنید بچه ها بچه ها خودی خط باشید زود از اینجا برآمدن باشید رفتیم بچه ها از اینجا برآمدن در کن طاهر
من اینها را نگاه می‌دارم. زودتر باشید بچه‌ها، مگر نه از اینجا برآمدن نمیتوانه. این به شرف و حرامه. گرداران رو گیرید بچه ها. بر نگرده. من به این به شرف نشان میدهم. طاهر شما منه. یلماز. دکتر دستی راستت را بود کردی دکتر. سرده یلماز برفین چه شد دخترم؟ خوبم مادر جان. یلماز خاموش نگوی دخترم، خواب را بد نمیگویم. الهو بخیر شود دخترم. صدقه میدهید بلایی می اومده رو گرداند. بیا رفتیم. شیرینی تیار کرده بودم. کنی خیز دخترم. با مادر خلیل ببر ثواب می شود. کودک ها هم خرسند می شود. بیا دخترم. خداوندا از بلا و مصیبت ها نگهدار. رفتیم. قزبان؟ بخیر است قزبان؟ کجاشی دکتری؟ یاراداران زیاد. دکتر تنها من برای کمان دادن افته ایستادم. چه خیلی یارادارون؟ محافظان برگشتند؟ ها برگشتند. یارادار بیسوده است. دیلا گیره کرده ایستاده است. دکتر تنها بوده است. من به کمک میروم. قزبان دخترم با یلماز چیزی نشده است؟ قزبان گپ زن، با یلماز یگان واقعا نشده است؟ زنهای دلگیر کننده را به سرودهای نفس عوض نمایید. عشق منو نشکن، فکر من نیستی اصلا. عزیزم از تو رفتم یادت نکردم. عزیز درگاکی تو را در بر ندارم. هوای دیگره بر سر ندار. چاچا مادر عذابا تو از شهر خدا اینجا رسیدی. کی در کوهی نگاهم خانه سازی. ماهی که تو خانه گلاباد کنی آمه فقط دادی. پایه چای جان شیری سفیدم دادی. طیراهای تقدیر. فیلم سال 2012 در مرکز پرودوسری سیما پرودکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.